برای خط انداختن وسط سینه این تمرین با اسمیت بهترین حالته که انجام میشه. صندلی رو اول تنظیم میکنی، بعد تنظیم صندلی میای زیر اسمیت وزنه به متعادل وزنت، قدرتت میاری بالا، آزاد میکنی به پایین، بعد دقیقا زیر جناق سینه تنظیمش کنی. برو. آخرش باید جوری باشه که انگار کف دستاتو میخوای به هم بچسبونی، این وسط سینه فشار بیاد. وای مثل با یک دستن نگه داشته میشه. و نکته اصلی اینه که فقط این تمرین چاک وسط سینه رو باز نمیکنه، باید کل حجم سینه رو تمرین بدیم که این تمرین مختص وسط سینه است که یه خط قشنگی براتون میندازه. موفق باشید.